so happy and thanks from Equal Rights Trust Organization for inception of English speaking improvement program for capacity building of students. I has been joined this program 20 days ago, and I can speak, but I can speak English so easy. And I have confidence. When I complete the program. I will get a job opportunity for support myself and my family. And I can enhance my general knowledge. And in the final, I want to say and suggest that we requesting from all international donors to support us to Equal Rights Trust organization that for capacity building of students in different fields. Thank you. Trust organization for inception of English speaking improvement program, and for inception. In the name of Almighty Allah, I am Bahara from. In the name of Almighty Allah, I am Bahara, a student of 11 classes. I am so happy and thanks from English خير لقد چې هر متعلمه یو وخت داسې وخت راځي چې خپل استاد چې خپل د نور همکارانو ته دا استقلالیت ده دا استقلالیت د تاسو چې تاسو ته جلا جای جلا استاد او جلا ټایم درکول کیږي دې ته وایي استقلالیت امارت اسلامي لګیا ده باندې د استقلالیت ذکر لپاره جلا او ناس لپاره جلا دا استقلالیت نشو چې کله اختلاط وي او متاسفانه بیا چې کله امتحان هم راسي ذکر پکې وړاندې شي وناس به بیرته نظر په بعض مشکلاتو سره بس هلته رسېدی نه شي تاسې به په خپل مکان کې خپل هدف ته رسېږئ انشاءالله دا استقلالیت ده او بس زه ډېر نورې خبرې نه کوم چې هلته حوزې کې څه مېلمانه هم راغلي دي زه تاسو نه غواړم که څه غوښتنه پیام مو درلودو بس تعلیمي حوزه ستاسو په خدمت کې شپه او ورځ ده یا څه مشکل وو یا څه اختلافي وو یا ظلم وو یا ستم وو او د شمشاد د تلویزیون نه هم ډېره مننه کوم چې زمونږ دغه غږ اول ټول مملکت ته او ټولې نړۍ ته رسوي ډېره مننه کوم صلی الله تعالی علی خیر خلقه کارمندای ما از همکارای اینترنشنال یا خارجی هست و متباقیان از افغانستان است و خوشبختانه ما 50% همکارای خود از طبقه ناس استخدام کردیم و 50%ش از طبقه ذکور استخدام کردیم و پروفشنالیتی یا مسلکی بودن و اهداف مؤسسه باور به حقوق مساوی امرجنسی ریسپانس یا پاسخ به حالات اضطراری امرجنسی هست که ما کادرهای مسلکی داریم که میتونیم کمک‌های بشردوستانه را در حالات امرجنسی به مردم نیازمند افغانستان برسانیم. دوم حمایت از معارف و تحصیلات عالی به خاطر ظرفیت سازی که انشالله ما همچنین پروگرام ها را با وزارت محترم تحصیلات عالی کوشش میکنیم که راه اندازی کنیم. سوم حمایت از شاغلی ها. ما میخواهیم که
به نام اربن دیولپمنت یا توسعه شهری که خدمات خوب شاروالی به همشهریان ارائه کنند، عواید شاروالی بلند برند و شاروالی به پای خود ایستاده باشند. و چهارم، ما برنامه‌هایی داریم در بخش تنظیم منابع طبیعی افغانستان که ما پروژه‌های زیربنایی که از جمله پروژه‌های اولویت مردم افغانستان باشه، ما اونها را پیش میبریم و در همین بخش‌ها کار میکنیم. برای فعلا کورس 2 ماهه که به خاطر ظرفیت سازی شاگردان ذکور و اوناس در تمام شهر کابل مجموعاً 2200 نفر می باشد که 1100 ما به خاطر ذکور اختصاص دادیم و 1100 به خاطر اوناس. ما از امارت اسلامی افغانستان تشکر میکنیم. همراه وزیر صاحب معارف ما جلسه داشتیم، با تعقیبش همراه رئیس صاحب معارف شهر، همراه عامر صاحب حفظه تعلیمی، مدیره صاحب تا شاگردان. بالاخره ما یک مجوز رسمی را گرفتیم که ما بتوانیم از فرصت 2 ماهه زمستان به خاطر بلند بردن ظرفیت شاگردان هم ذکور و آناس از این فرصت استفاده کنیم. از این فرصت به خاطر اهداف مشخص که از جمله اهداف ما است، سابق شما اگر در جریان بودین در کورس های بیرون و بعضی را ما حتی از فاکولته دیدیم که فارغ شدن از زبان ادبیات انگلیسی که اونا نمیتونستند در یک جایی که به خاطر کمک به فامیل خود، به خاطر کمک به خودش یک فرصت وظیفوی را پیدا کنند. اونا می رفتن اوجا همین مشکل سپیکینگ داشتن یا مشکل محاوره انگلیسی داشتن. ما همین یک نیازمندی دیدیم که ما بتوانیم به شاگردای خود در همین فرصت زمستان همین آموزش بدیم که بهار بخیر اونا بتونن یک فرصت وظیفوی را بسیار به آسانی به خود پیدا کنند تا بتونن فامیل خود و خود کمک کنند. و هدف دومی است که ما شاگردان ممتاز در آخر برنامه مؤسسه باور و حقوق مساوی تعهد دارد که شاگردان ممتاز ما به حیث کارمند مؤسسه میپذیریم.